هم کسی دیگه بمیره داشت. من خودم بازی اون میخوام برم ولی کسی دیگه نمیذاریم بکشن اینجا. هممون هستی پشتم به تو دیوار. با سلام و درود به شما بینندگان عزیز برنامه نبع اعدام. من نسرین نامدارپور به همراه همکارم جمیل فرزان این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. ابتدا مروری بر مهمترین رویدادها در 2 هفته گذشته در اعتراض به صدور حکم اعدام برای شریف محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، با اتکا به حکم بی اساس بقی مبارزه مسلحانه شاهد اعتراضات گسترده سازمان‌ها، نهادها، فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری بسیاری بودیم. با راه اندازی کمپین برای نجات جان شریف محمدی علاوه بر تجمعات اعتراضی در کشورها و شهرهای مختلف، شاهد انتشار نامه‌ها و بیانیه‌های سیاسی بسیاری از جانب ده‌ها تشکل سندیکاهای کارگری، شوراهای مربوط به معلمان، پرستاران، بازنشستگان، زنان، نهاد دادخواهان، فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری در داخل و خارج از کشور بودیم. جمعی از زندانیان سیاسی زن از جمله نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، ناهید تقوی و ریشه مرادی، ناهید خداجو، سپید قلیان و چند زندانی دیگر از داخل زندان نیز طی بیانیه‌ای حکم اعدام شریف محمدی رو محکوم و خواستار آزادی او شدند. 85 تن از زندانیان زندان اوین نیز در اعتراض به حکم اعدام برای شریف محمدی دست به اعتصاب غذا زدند. از سوی دیگر 13 سندیکای کارگری در فرانسه و دانمارک و کنفدراسیون عمومی کار ایتالیا که بزرگترین تشکل کارگری در این کشور هستش، خواهان لغو فوری حکم اعدام شریفه و آزادی وی شدند. گزارشگر ارشد سازمان ملل خانم مری لالور نیز ضمن حمایت از شریف محمدی خواهان پایان دادن سرکوب و ارعاب مدافعان حقوق بشر توسط رژیم جمهوری اسلامی در ایران شد. روز یکشنبه 24 تیر 14 جولای 2024 کمپین دفاع از شریف محمدی طی یک بیانیه مطبوعاتی ثبت گزارش و شکایت درباره پرونده شریف محمدی نزد کمیته حقیقتیاب سازمان ملل رو اعلام کرد. این گزارش پس از یک بررسی کارشناسانه و دقیق در روزهای اخیر تکمیل و ارسال شده و به طور مفصل و مستند به شرح تمام آزارها و اذیت‌ها، شکنجه‌ها، نقض حقوق بدیهی در روند دادرسی، نقض حق شهروندی در امر تشکلیابی مستقل، صدور حکم اعدام بر بنیاد ادعاهای واهی و به 10 مورد مفصل دیگر پرداخته است و نظر تخصصی کارشناسان حقوق داخلی و بین المللی و حقوق بشر و تهیه و تنظیم شده. در پایان این مطلب می‌خوایم اشاره‌ای داشته باشیم به بخشی از بیانیه حمایت از شریف محمدی از سوی چندین نهاد و شورا که به تازگی در روز 17 تیر ماه در کانال تلگرامی کمپین حمایت از شریف محمدی منتشر شده. در این بیانیه آمده از همه مردم معترض می‌خواهیم عکس و نام شریف محمدی و 10 زندانی دیگر که تنها به جرم حق طلبی جانشان در خطر است را در اعتراضات هر روزه خود فریاد زده و با هر شیوهی که میتوانیم برای نجات جان همه انسانهایی که زیر تیغ اعدام هستند تلاش کنیم. نسیم غلامی سیمیاری، حمید رضا سهل‌آبادی، احسان روازجیان، امین سخنور، علی هراتی مختاری، حسین محمد حسینی، حسین اردستانی، امیر شاه ولایتی، وحید بنی آمریان، پویا قبادی، محمد تقوی، مجتبی تقوی، بابک علیپور، ابوالحسن منتظر، اصغر دانشور با کیفرخواست اتهام بغی روبرو شدند و مانند شریف محمدی در خطر حکم اعدام هستند. صدایشان باشید.
و اما با وجود پشت سر گذاشتن 11 جولای روز جهانی سنگسار در چند روز گذشته، بران شدیم با یادآوری این روز مهم و دستاوردهای اون بار دیگر اهمیت مبارزات علیه اعدام و احکام غیر انسانی که به صورت قوانین شریعت وجاهت قانونی پیدا کردند رو یادآور بشیم. قوانینی مثل اعدام و قصاص و بریدن اعضای بدن انسانها که همچنان در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به وفور افراد رو قربانی اهداف حاکمیت کرده و میکنه. در این رابطه دعوت کردیم از مینا احدی، سخنگوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام و از پرچمداران مبارزه علیه سنگسار و اعدام که نقش بسیار موثری در جنبش علیه سنگسار و اعدام داشتند. با ما همراه باشید. مینا احدی، سخنگوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام همراه با ما هستند. با سلام به شما مینا احدی، به این برنامه خوش آمدید. خیلی ممنون. من سلام عرض میکنم حضور شما و بینندگان برنامه‌تون. بله، روز جهانی علیه سنگسار رو پشت سر گذاشتیم، روز 11 جولای. توضیح کوتاهی جهت یادآوری بینندگانمون از دلیل انتخاب 11 جولای به عنوان روز جهانی علیه سنگسار و سایر رویدادهایی که به سبب اون مجازات غیر انسانی سنگسار در ایران متوقف شد رو بفرمایید. بله، همه میدونن که بلافاصله بعد از اینکه جمهوری اسلامی اومد سر کار و فرمان خمینی مبنی بر اینکه زنها باید حجاب داشته باشند رو داد، حمله به زنها شروع شد، چه در جریان تظاهرات هایی که زنها سازمان میدادن، چه در محیط کار و در خیابان ها و غیره و غیره. بلافاصله بعد از اون جمهوری اسلامی برای اینکه با موج گسترده‌ای از اعتراضات از طرف زنها مواجه شده بود، ما یه دفعه دیدیم که اعلام کردن که میخوان زنایی رو در سراسر ایران سنگسار بکنن و آوردن و این کار رو کردن. یعنی در ملأ عام زنها رو اعلام میکردن که در تاریخ فلان در خیابان فلان همه میتونن بیان نگاه کنن و میخوایم مثلا یه اسم رو اعلام میکردن، میخوایم اون رو سنگسار بکنیم. یعنی در حقیقت این فاجعه در ایران اتفاق افتاد و در کشورهای دیگه مثل افغانستان، نیجریه و کشورهای سودان و غیره هم بلافاصله بعد از اینکه جمهوری اسلامی شروع کرد به سنگسار زنان و همجنسگرایان، اونجا هم شدت گرفت سنگسار. در هر حال مبارزه علیه سنگسار یه بخش از مبارزه زنان در ایران بود و زنان و مردم آزاده ایران که در سال 2010 به اونجا منجر شد که هیئتی از اتحادیه اروپا رفت ایران و سنگسار در ایران یه جورای دفاکتو ممنوع شد یا فریز شد. اگرچه قانونش هنوز هست ولی جمهوری اسلامی جرئت نکرد سنگسار کنه. روز جهانی علیه سنگسار روز 11 جولای به خاطر این انتخاب شد که در روز 11 جولای مریم ایوبی در زندان اوین سنگسار شد، دوره‌ای که خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران بود. مادر 2 کودک 8 و 10 ساله که وقتی شنید میخوان ببرن سنگسارش کنن بیهوش شد و با برانکارد آوردن و در داخل زندان اوین اون رو سنگسار کردن. در هر حال ما به عنوان نهادی و سازمان کمیته بین‌المللی علیه سنگسار در سراسر دنیا تظاهرات ها و جلسات زیادی داشتیم. از جمله یکی از خواسته هایی که ما مطرح کردیم این بود که این روز به عنوان روز جهانی علیه سنگسار به رسمیت شناخته بشه که سازمان عفو بین‌الملل یا سازمان ترد فم، بزرگترین سازمان زنان در آلمان و تعداد دیگه از سازمان های حقوق بشری این رو پذیرفتن، ولی هنوز سازمان ملل این رو ثبت نکرده. به هر حال 11 جولای روز جهانی علیه سنگسار هست و من امیدوارم که در آینده سازمان ملل هم این روز رو به رسمیت بشناسه.
بله، اهمیت یادآوری این روز چه هست جدای از توقف مجازات شنی سنگسار در ایران که خودش به تنهایی یک دستاورد بسیار مهم هستش، ولی خب دستاوردهای دیگه‌ای که در جریان مبارزه علیه سنگسار نصیب مردم ایران و حتی برخی از کشورهای اسلامی دیگه شد چه چیزی بوده؟ طبعا سنگسار بسیار مهم بود و ممکنه برای نسل جوان در ایران الان یه پدیده نسبتا ناآشنایی باشه، ولی نفس اینکه یه زن رو بیارن در ملأ عام و تعدادی بیستن دور تا دور یه به اصطلاح جایی که قبری که براش کندن سنگ پرتاب کنن تا اون زجر کش بشه، یکی از اتفاقات مهم در دنیا بود و من خودم وقتی اولین بار یه همچین چیزی رو تو ایران مشاهده کردم واقعا میگفتم اگه دنیا، اگه بشریت خبردار بشه که اینا دارن چی کار میکنن، ساعتها از حرکت میستن، کارخونه ها از حرکت میستن. ولی به هر حال خودم اومدم تو خارج کشور و این دنیا را دیدم که چطوری مماشات میکنه، چطوری اعلام میکنن که این فرهنگ اون جامعه هست یا اعلام میکنن که تعداد کمی اونجا سنگسار میشن. به نظر من یکی از دستاوردهای بزرگ مبارزه علیه سنگسار همین بود که دنیا رو اولا متوجه کرد که در ایران چه خبره و جمهوری اسلامی داره چی کار میکنه و ثانیاً اعلام کرد این فرهنگ هیچ کسی نیست، نه مردم افغانستان، نه مردم ایران، نه مردم مثلا سودان. این یه بربریت و وحشیگری اسلامیه که باید ممنوع بشه. دستاورد این حرکت همین بود که اولا در مقابل جمهوری اسلامی و در مقابل سیاست مماشات دولت‌های غربی و خود سازمان ملل که کنفرانس بین‌المللی نمیذاشت که ما یه قطعنامه علیه سنگسار تصویب کنیم، میخوام بگم یعنی دنیا بلند شد، مردم مترقی بلند شدن و یه پاسخ محکم هم به جمهوری اسلامی و هم در عین حال به دولت‌های غربی و همه نهادهای بین‌المللی دادن که سازش میکردن و سکوت میکردن. به نظر من ممنوعیت عملی سنگسار در ایران تناسب قوا را در ایران تغییر داد، تناسب قوا بین مردم، بین زنان و حکومت اسلامی ایران. چون اون موقع اینطوری بود که شما به عنوان یک زن خیلی فاصلت کم بود، یک قدم یا 2 قدم بود با اون سوراخی که می‌بردن، با اون قبری که می‌بردن و سنگسار می‌کردن و این باعث می‌شد تعداد خیلی زیادی بترسن. تو خونه مثلا صداتو بلند نکنی، به خاطر اینکه بعضن خانواده یا همسر میرفت و پرونده سازی میکرد. همه اینا به نظر من تأثیر داشت در اینکه زنا صداشون ضعیفتر باشه. بعد از ممنوعیت سنگسار در ایران ما دیدیم مثلا تو نیجریه بعد از اینکه حکومت اسلامی شروع کرد، اونا هم شروع کردن در بعضی از استانها زنا را سنگسار کنن. بعد از این ممنوعیت در افغانستان، در نیجریه، در سودان کمتر سنگسار شدن و در این حال به نظر من تناسب قوا بین زنان و حکومت اسلامی تغییر کرد و در عین حال نشون داد که ما میتونیم به مردم دنیا، به مردم مترقی متکی بشیم و جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی کنیم. بله، این روزها از یک سو با وجود اعتراضات گسترده مردم در طیف‌ها و طبقات مختلف جامعه به دلیل انواع فشارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بسیاری از مسائل دیگه همچنان شاهد گسترده تر شدن صدور احکام اعدام و اعدام‌ها توسط رژیم جمهوری اسلامی هستیم. از سوی دیگه می‌بینیم که مردم ایران متحدتر، سازمان یافته‌تر و از هر زمانی قوی‌تر اعتراضاتشون رو بیان می‌کنن. اخیراً در ارتباط با حکم اعدام شریفه محمدی علاوه بر اعتراضات شدید و گسترده از جانب ده‌ها فعال سیاسی، زندانیان سیاسی، نهادها، شوراها، سندیکاها، چه در ایران چه در خارج از کشور، همچنین فعالان سیاسی در ایران و خارج از کشور، در واقع صدای ما جهانی شده. سندیکاها و تشکلات اروپایی به ما پیوستن، فعالان حقوق بشر غیر ایرانی به ما پیوستن، گزارشگر ارشد سازمان ملل، همه اینها به این کمپین پیوستند و اعتراض کردند به این حکم. نظرتون رو در این مورد بفرمایید. بله، همونطور که اشاره کردین شریفه محمدی یک موضوعیه که به نظر من واقعا به قلب خیلیا میزنه این موضوع، به خاطر اینکه یک فعال
مدافع حقوق کارگران، یک کارگر، کسی که با یکی از تشکل‌های کارگری کار کرده و در این حال از کردستان هست و معترض و منتقد حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی اون رو به اعدام محکوم کرده. من وقتی خودم شنیدم دیدم 3 المنت تو این مسئله هست. یکی این که زنا رو جرأت نمیکرد یا کمتر اعدام میکرد، یک زن، یک کارگر و یک نفر که از حقوق انسانی خودش یا از حقوق کارگرها دفاع کرده رو میخواد اعدام کنه. این اتفاق بسیار مهمه به نظر من و اگر عکس العمل نباشه و اگر همه بلند نشن، اگر اعتراض نباشه، بسیار بسیار تاثیر خواهد داشت در اینکه جمهوری اسلامی بعد از این تعداد بیشتری رو اعدام بکنه از کسانی که حرفی از عدالت، حرفی از مبارزه اجتماعی، حرفی از حقوق کارگرها میزنن و به این معنا بسیار بسیار مهمه. خوشبختانه اعتراضات خیلی زیاده، شما هم اشاره کردین. در سطح بین المللی اتحادیه‌های کارگری بسیار معتبر و بسیار پر عضو که میلیون ها نفر را نمایندگی میکنن اعتراض کردن. در داخل ایران تو تظاهرات های بازنشستگان فرزن شعار دادن. خیابان های ایران الان پر از این شعاره که شریفه محمدی را آزاد کنید، نه به اعدام شریفه، و این به نظر من بسیار مهمه. در این حال همین هفته آینده تظاهرات های در سراسر دنیا فراخوان داده شده که اعتراض بشه به این مسئله. من شخصا فکر میکنم بسیار این موضوع مهمه و همه ما باید کاری بکنیم که جمهوری اسلامی فوراً عقب نشینی کنه و شریفه را آزاد کنه. با تشکر از شما مینا احدی، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و پاسخگوی سوالات ما بودید. خیلی ممنون. وقتی مردم روی قبرم ننویسید کی بودم، ننویسید چی میخواستم، چی میگفتم، کی بودم. ننویسید قطع شعری یا شعاری، ننویسید کی بودم، از چه تباری. وقتی سنگسار آخرین نقطه راهه، نمیخوام سنگ روی گورم بذارید. وقتی عشق هم با خودش نفرتو داره، نمیخوام گل روی گورم بذاری. از حقیقت اگه گفتم گناه بود، عشق من نفرینی آدما بود. تکه سنگا هدیه دست شما، من میمردم توی چاله بی صدا. خیلی وقتا پیش از این مرده بودم، تو خودم
تنها به سر برده بودم، بدون عشق، بدون نام و نشون، چوب این زندگی رو خورده بودم. وقتی مردم رو مزارم بنویسید که زنم، بنویسید تکه کردید همه گوشت و تنم، بنویسید این مجازات شکل گند مذهبه، بنویسید این جنایت افتخار امته. وقتی مردم رو مزارم بنویسید که زنم، وقتی مردم رو مزارم بنویسید که انسانم. خب بینندگان عزیز، موزیکی رو که با هم شنیدیم با اجرای خانم شمیم بود. ایشون این ترانه رو به یاد همکلاسیش که در سال 2000 در زندان اوین سنگسار شد سروده و اجرا کرده. تدوین این ویدیو هم کار آقای حسن صالحی بود. با تشکر از شما که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. همچنان منتظر نظرات شما و گزارش های شما هستیم. راه های ارتباط با ما رو روی صفحه گیرنده هاتون مشاهده می کنید. تا برنامه آینده، روز و روزگارتون خوش باشه. نمیذارم کسی دیگه ببره داشت. من خودم بازی اون میخوام برم ولی کسی دیگه